الله والله یسمع تحاورکما. خداوند شنید صدای اون زنی که آمد پیش تو شکایت شوهرش میکرده که ازش مظاهره کرده. و بعد خداوند گفت چرا این همه دروغ میگید؟ کی زن مثل مادره؟ گریه یک زن الله میشنود، مظلومه. آیه نازل کرد، بعد چند تا جمله گفت جلو پیامبر صلی الله علیه و سلم به شوهرش که هر کسی بود آب میشد. خوب گوش بدید، پشت کردن به نعمت یعنی این. زنه به شوهرش اوس گفت که مرد وقتی من جوان بودم نیوه جوانی منو خوردید، نگفتی مثل مادرتم. خوب تعبیرش گوش بدید. گفت میوه جوانی من خوردید، نگفتی مثل مادرتم. تا تونستی از زمین من یعنی رحمم برای خودت کش کردی، بچه درست کردی. حالا که نازا شدم، میوه جوانی ما از دست دادم، دیگه نمیتونم برات کارساز باشم، حالا میگی مثل مادر منید؟ خاصیتی نداره دیگه. گذشت تا رسید خلافت عمر رضی الله عنه، امیر المؤمنین عمر. چند سال گذشت؟ ابوبکر صدیق، بعدش عمر فاروق. یه روزی با یارانش امیر المؤمنین در کوچه های مدینه میرفت، دیگه خوله پیر شده بود، با عصا راه میرفت، خم شده بود. یک دفعه صدا زد بیست. بعضی نمیشناختنش. نزدیک 1 ساعت سر و پا عمر رو نگه داشت، عمر رو نصیحت میکرد. به عمر گفت که یادته اول عمر بودی، بعد شدی عمر، بعد شدی امیر المؤمنین، لقب گرفتی امیر المؤمنین، خلیفه مسلمین. خدا چطوری داره تو رو بالا میبره، امیر المؤمنین خلیفت المسلمین. بعد نصیحتش کرد، اتق الله یا عمر، از خدا بترس عمر. عمر کسانی که نصیحتش میکردن رو سرش میذاشت. ما امروز اگه کسی رو نصیحت کردیم دیگه تا آخر عمر با من صحبت نمیکنه. عمر همجور سیخ ایستاده بود، گوش میداد، حرفش اصلا صحبت نمیکرد، نظامی ایستاده بود جلوی این پیرزن. تعجب میکردن یاران عمر، ایستادن یه گوشی که این پیرزن کیه بگه که عمر رو این همه معطل کرده. سر صدا بلند شد، ور عمر رو کرد به اطرافیان، گفت میدونید که این پیرزن چه پیرزنیه که من 1 ساعت ایستادم سیخ منو نصیحت میکنه، دست از پا خطا نمیکنم؟ گفت این خوله بنت ثعلبه است، این زنیه که خداوند صداشو از بالای 7 آسمان شنید، آیه دربارش نازل کرده. کسی که خدا حرفش گوش داده آیه نازل کرده. عمر کیه که حرفش گوش نده؟ اگه تا صبح بیسته من وظیفه دارم بیستم سیخ. ادب رو نگاه بکنید. سه چیز باید برای خدا، یکی نذر، یکی قربانی، یکی قسم. هیچ احدی از مسلمان حق نداره به غیر خدا قسم بخوره. نه جان بابام، نه جان مادرم، نه سر فرزندم، نه پیر و پیغمبر که میرسی، نه به فلان زیارت، نه به فلان نمیدونم امام، نه به فلان قبه. هیچ احدی. قسم فقط 3 تا لفظ داره، والله، بالله، تالله. هر کسی قسم به غیر خدا بخوره و غیر خدا را بزرگ بکنه در مقابل خدا، همون چیزی که بهش قسم خورده سبب بلای ناگهانی جانش می شود. چقدر روزانه قسم میخوریم؟ حتی قسم به خدا خوردن هم درست نیست.
که بی خود و بی جهت گاه و بیگاه خدا رو پایین بیاریم. پارچه میخواد بد بزنه، خدا وکیلی که متر این قدره، جنسش اعلاست، حالا مارکش عوض کرده. کفش میخواد بفروشه، خدا رو میاد پایین. آب تو سطل میگو کرده، رو سطل رازو گذاشته، آب ریخته روش، سبدم زیرش سوراخ نداره که بره، نه که خب وزنش میره بالا. خدا وکیلی که این فلانه. وقتی که میگوی کمی آبش تمام شد، خوشتر شد، میبینی 2 کیلو کمه و این 2 کیلو میخواد بخوره، میخواد نطفه ببنده، میخواد بچه درست بکنه با این 2 کیلوی حرام. ویل للمطففین. هر چی سخنرانی برای شما کردن روی منبر تو خطبه ها همش درباره نماز خوندن بوده و طهارت. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای بر حال کسانی که وزن رو کم میکنن، وقتی برای دیگران میکشن کم میکنن، وقتی برای خودشون میکشن چرب میکشن. پیامبر گفت، خدا گفته ویل دری در جهنم براشون در نظر گرفتم. همین که چرب میکشن برای خودشون، برای دیگران کم میکشن. قسم به غیر خدا شرک است. امام شافعی رحمت الله علیه میفرمایند نه به شوخی نه به جدی در طول حیاتم قسم نخوردم، حتی به خدا. قسم کسی میخوره زیاد که شخصیت نداره، کسی حرفش قبول نداره، تو جامعه وجهه نداره، ضعیفه. حتی قسم به خدا خوردن کار کسانیه که انسانهای ضعیف و دروغگو و بی شخصیتن. انسانهایی که شخصیت دارن حتی به جدی هم قسم نمیخورن، به خدا هم قسم نمیخورن. قسم دادن در یک حادثه است، خوری جنایتی در کاره. قاضی میطلبه طرف و میاره روز جمعه، اول نصیحتش میکنه اعتراف بکن قسم نخور، بذار کل زندگیت بره دنیات بره قسم نخور. کنار منبر روز جمعه بعد از نماز عصر مینشونه، مردم مینشونه. اگر نصیحت ها رو قبول نکرد اون وقت قسمش میده، عاقبت قسم هم بهش میگه. 3 کارم باید از خدا طلبید: یکی فرزند، یکی شفا، یکی هدایت. فرزند رو با هیکل نمیشه، با پیش سید رفتن و یه 10,000 تومن زیر معذرت میخوام فرش سید گذاشتن یه هیکلی بده تا که زنم حامله بشه. با گل خوردن نمیشه، با قند خوردن نمیشه، باید خواست خدا باشد. یه دوستی داشتیم تبلیغی، تاجر بود. این از دست زنش ناراحت بود، سران پیری میخواست یه زن بگیره که تاجر بود دیگه، که یه پسر براش بیاره که نامش بلند بکنه. خودش تعریف میکرد و میخندید، میگه بعد توبه کردم دیگه. میگه خانواده‌ام را بالاخره زن گرفتم، هر 2 تا زنها با هم حامله شدن. سبحان الخالق. اولی که همه 5-6 تا دختر آورده بود، دومی که چه گرفته بودم که خدا یک پسرم بده تا نامم بلند بکنه. نام با پسر بلند نمیشه، نام با عمل صالح بلند میشه. ما تاجری داریم که نصف بندر مال خودش 2 تا پسر معتاد داره. بیوه زنی داریم که شوهرم نداره، شوهر مرده، از 6 تا دختر دانشجو داره، هر 6 تا یتیمن. گفت که هر 2 تا با هم حامله شدن، از دومی پسر میخواستم دیگه، دختر تقریبا خسته شده بود. بعد میگه با هم که حامله شدن زایمان کردن، سبحان الخالق، دومی دختر شد، از زن جدیدم مال زن اولی پسر شد. دیگه سر به سجده گذاشتم، گریه کردم خدایا معاف فرما. میگه خدا بهم گفت تو کار من دخالت نکن، بگو خدایا بچه‌مو صالح بگردان. چه بسا 6 تا دختر بهت میده، دعا میکنی از زنت پسر نمیده، اما از 90 از همین دختر شوهر میکنه یک پسر بهت میده، 90 که دنیا رو پر از میراث پیامبر میکنه. چرا دخالت تو کاره؟ میگه در جا سر به سجده گذاشتم بارالله ها. زن دوم که به خاطر پسر گرفتید نعمت منو پشت میکنید، من به دختر میدم، از زن اولی پسر بهت میدم. باید از خدا طلبید، با گل خوردن و نمیدونم فلان و پیش فلان و هیکل بستن و فلان کردن. دوستی، حالا یک مزاحی هم بکنم،
دوستی دارم 4-5 ساله که بچه دار نمیشه. میگه یه روز شیخ عالمه، میگه یه روز میخواستم برم روستا خطبه بکنم، سر جاده سر بودم، دست دادم، یه نفر آمد گفت 2000 تومن. گفتم نه. یکی آمد مال طرف دارا بود، اون طرفا بود دیگه، دست زد، من ایستادم، گفتم دربست. گفت سوار شو. گفت چقدر؟ گفت نه من از چهره نورانی تو خوشم آمده، بهت اعتقاد پیدا کردم. سنی هستید؟ گفتم بله. گفت بهت اعتقاد پیدا کردم، یه مشکلی دارم، من دربسته از تو نمیگیرم، من میرسونم، فقط یه خواهش ازت میکنم. گفتم والله خدا خواهشش چی این دارابی؟ من نمیشناسمش. گفت من 3 ساله ازدواج کردم بچه دار نمیشم، یه دعایی برای من بکن تا خدا به من بچه بده. دست زدم پشت کمرش. گفت من 5 ساله که بچه دار نمیشم. خود اون ملاها گفت من 5 ساله که ازدواج کردم بچه دار نمیشم، ولی برات دعا میکنم. چشم. یه وقتی دعا برای دیگری کارسازه، یه حکمتی هست خدا به خودت نمیده. میگی دیگه از همونجا با هم شوخی کردیم و خندیدیم و بالاخره خوشم خندید، مثل که شرمنده شد. گفتم نه من برات دعا میکنم، به وقتی حالا دعا در حق خودم مستجاب نمیشه، یه حکمتی هست خدا میخواد صبر منو نگاه بکنه. کسانی بودن که بعد از 14 سال ازدواج شدن، الان همون دخترشون حافظ کل قرآنه. بعد از 14 سال هم دانشجوست، لیسانسشو گرفته، هم حافظ کل قرآنه، ولی 14 سال صبر کردن، همش به دعا متوسل شدن. این 3 چیز باید برای الله، 3 چیز هم باید از الله طلبید. 1 بچه، 2 هدایت توفیقی از الله بطلبید تا خدا دلهای بچه ها و جوانای ما به طرف دین بچرخانه، هدایتشون بکنه، کمکشون بکنید، براشون دعا بکنید تا خدا هدایتشون بکنه. اول ما و شما را هدایت بکنه. بچه فرزندان ما، دوستان ما، همسایگان ما. هدایت تنهایی خوش نیسته. تو اگر هدایت شدی همسایت هدایت نشد زجر میکشی. مؤمن زجر میکشه. به گفته علامه اقبال لاهوری همه به هم وصلیم، انما المؤمنون اخوه. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هم وطن ہے، سارا جهان همارا. چین و عرب مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطنمه، سارا جهان همارا، کل جهان مال منه. اگر هدایت میطلبی برای همه همسایگان، بچه های شهرت، محلت، برای همه انسان های کافر حتی. این 2 چیز. 3 شفا فقط باید از الله طلبید. اذا مرضت فهو، حافظ کجاست؟ فهو یشفین. آیه قرآنه. بله، الله ادب و یاد ما میده که مسلمان وقتی مریض شد بگه الله یشفین. ما اول میریم زورمون با دکتر میزنیم، بعد حالا که دیگه دکتر اگه مؤمن باشه، بعضی دکترها دیگه کار به بنبست که رسید میگه کار من دیگه اینجا کارساز نیست، طب من، هنر من دیگه فقط 1 در برات مونده. دکترها اگه بعضی دکترها مؤمنن، دکتر میگه تنها نجاتت این که فقط الله فرجی بکنه. ولی چه فایده؟ روز اولی که میخوای بری دکتر یه صدقه‌ای بده، یه دعایی بکن به دوستان، به دارالتحفیظا که سرشون تو قرآنه، به مدارس دینی، به طلاب، به انسانهای صالح سفارش بکن برات دعا بکنن. بعد که دعا کردن حالا پول تهیه بکن برای دکتر. وقتم دکتر میری اعتقاد به دکتر نباشه، اعتقاد به شفای خدا باشه، دکتر کارسازه. ولی بعضی دکتر خدا میدونن آقای دکتر دستم به دامنه، تو رو به خدا، تو رو به هر پیر و پیغمبری که میرسی بچه منو شفا بده، بچه منو علاج بکن، بچه منو فلان بکن. ما کسانی داریم که تو خانواده 5 تا متخصص جراح و پزشک دارن، بچه‌شون مریض شد تا آمریکا بردن مرد. ولی تو روستا هم هست که به دکترم دیل میرسه، پیرزن گریه میکنه، دعا میکنه خدا چوکم شفا بده که دیگه هیچ مالم اینین، همون دعا شفاش میده، خوب میشه. خانواده‌ای بوده 5 تا متخصص و جراح داشته، نتونستن بچه‌شون رو نجات بدن، دکتر متخصص جراح تا آمریکا فرستادن، پولم داشتن. روستایی میاد از همه جا حیله ها قطع می شود، فقط خدا خدا می زند. معمولا روستایی ها صافن، خدا خدا خدا، بی رنگ و ریان. نه تو خانواده باسواد هست نه پزشک هست، فقط الله هست. اذا مرضت فهو یشفین. خیلی حوصله کردید، ساعت 1:30، 1 ساعت براتون صحبت کردم. امیدوارم که این صحبت ها بی تأثیر نباشه.
از اینکه خیلی دیر سراغتون آمدیم، چند بار قول دادیم یا نشد، بالاخره توفیق نبود، نه اینکه نخواستیم. این دفعه دیگه تو مسیر می آمدیم، گفتیم خب هفته گذشته کرگم بودیم، شاید برادرای کلاهی ما بگن حالا دیگه